دوستان عزیز و گرانقدر و علاقمندان عزیز برنامه سی در 30 روز رمضان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر قرار داریم در روز 11 از روزهای ماه مبارک رمضان. الله سبحانه و تعالی برای تمام ما و شما توفیق نصیب بکنه که روزه ماه مبارک رمضان به خوبی بگیریم و با تقوای کامل روز در روزه باشیم و شب هم در عبادت ها. دوستای عزیز، درس امروزی ما یا برنامه امروزی ما سر مسئله روزه کامل است. دوستای عزیز، یک حدیث شریف است از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در صحیح البخاری ذکر شده که عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه که هر کسی دروغگویی و عمل به مقتضای او را ترک نکنه، الله نیاز نداره که او خوردن و نوشیدن ترک بکنه. پس از این حدیث شریف دوستان عزیز اوتو استنباط میشه که انسان مسلمان باید از این حدیث شریف اوتو استنباط میشه که مسلمان روزدار باید روزی خود به شکل کامل بگیره. پس اینجا سوال پیدا میشه که روزی کامل کدام روزه هست؟ روزی کامل روزی است که انسان تمام اعضای بدن از او روزدار باشه. ایناله وقتی انسان میگه من در عبادت هستم و در اطاعت الله هستم و من روزه میگیرم، به این حساب این انسان مسلمان باید تمام اعضای بدن خود مشغول چی بسازه؟ مشغول عبادت الله باشه. شکر هر نعمت، یک سوال پیدا میشه که شکر هر نعمت چه وقت ادا میشه؟ چشم یک نعمت است، گوش یک نعمت است، زبان یک نعمت است، دندان یک نعمت است، دست یک نعمت است، قلب یک نعمت است، فکر یک نعمت است و تمام اعضای بدن انسان که است در مجموع تمامی از اینا مجموعه از نعمتهای الله هستند. شکر از اینا چه وقت ادا میشه؟ و در ماه مبارک رمضان ما و شما طبعا تعهد کردیم که در ماه مبارک رمضان شکر تمامی اعضای بدن خود میکنیم. اینال روزه کاملی که دو شکر تمامی اعضای بدن انسان ادا میشه، او کدام روزه هست و شکر از اینا چه قسم ادا میشه؟ یک فرمول و یک قاعده هست. این فرمول یا قاعده را اگر دوستای ما به ذهن خود داشته باشن، این بسیار مهم است و این قاعده سبب از این میشه که هم انسان از اون نعمتهای الله شکر میکنه، یعنی شکر نعمتهای الله را میکنه و هم در پالی ازی که شکر نعمتهای الله را کرده منفعت دیگی از این است که این انسان مؤمن موحد یکتا پرست روزدار سبب چی میشه که وقت روزه میگیره روزه کامل میشه. خب این فرمول چی هست؟ این فرمولی است که دوستای عزیز شکر هر نعمت وقتی ادا میشه که همون نعمت الهی در اطاعت و در عبادت الله سبحانه و تعالی استعمال شود. و یا به عبارت دیگه میگیم که مثلا شکر نعمت وقتی ادا میشه که اونمو عضو بدن انسان مطابق احکام الله استعمال شود. حالا ما میخوایم مثلا شکر چشم خدا بکنیم، پس ما میخوایم شکر چشم خدا بکنیم. شکر چشم ما چه وقت ادا میشه؟ وقتی که من چشم خدا به شکل استعمال میکنم که در استعمال چشم ما امو اوامری که الله سبحانه و تعالی بر ما کرده که باید چشم خدا چی کنم؟ چشم خدا به او شکل استعمال کنم. الله میگه که وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی امر الله هست که برای مسلمان ها بگو که چشم خدا چی کنن؟ چشم پوشی بکنن. پس این حاله اگر یک کسی از یک طرف روزه داره، از یک طرف ماه مبارک رمضان است و از یک طرف دیگه میخواد با تقوا شود و از طرف دیگه چشم خدا منفی استعمال میکنه، این در حقیقت شکران چشم نکرد، کفران این نعمت کرد. یکی شکران نعمت است که شکر کنی، شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت
از کفت بیرون کند. ایناله وقتی که شکر نعمت کردیم نعمت ما افزون میشه. پس شکر نعمت که در ماه مبارک رمضان میکنیم، چشم خدا وقتی منفی استعمال کنیم، مخالف امر الله استعمال کنیم، آیا ما روزدار هستیم؟ روزدار کامل نیستیم. پس روزدار کامل کی هست؟ روزدار کامل کسی هست که چشم خدا مطابق احکام الهی با چیزهای استعمال میکنه که پیش منظور چی است؟ در او اجر و ثواب است. دیدن به طرف قرآن عظیم الشان، دیدن به طرف کعبه شریفه، تلاوت قرآن، مطالعه کتاب‌های علمی و کتاب‌های اسلامی و کتاب‌هایی که به منفعت دنیا و آخرت انسان است. پس اینا استعمال مثبت چشم است. اگر دیدن به طرف اولاد خود، دیدن به طرف همسر خود، دیدن به طرف والدین خود، دیدن به طرف چیزی که برای انسان اجازه هست مطابق اوامر الله استعمال کردین، پس چی شد؟ از یک طرف شکر نعمت چشم ادا شد و از طرف دیگه چی شد؟ از طرف دیگه شما روزیتان روزی واقعا روزی حقیقی و روزی کامل شد، چرا که عضو بدنتان در چی استعمال کردین؟ مثبت استعمال کردین. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، امر الله را تطبیق کردین. یعنی ایتو نمیشه که انسان مثلا در ماه مبارک رمضان از یک طرف میخواه که با تقوا شوه و میگه من روزه دارم، با زبان خود روزه داره و چی است، اما از اعمال زشت خدا چی میکنه؟ ترک نکرده. پس در این صورت انسان روزه کامل نداره. روزه کامل مثلا گوش انسان باید هم روزه دار باشه. شما ببینید در این شرایط وقتی که میرین در داخل موتر تاکسی بالا میشین، درایور روزه داره ولی متاسفانه موسیقی های بسیار مبتذل و غلط چالان است. پس گوش از این روزدار نیست، حتی گوش ما را هم چی میکنه؟ مانع میشه. پس در حقیقت این کار شیطان میکنه. از یک طرف خودش روزیش درست نمیشه و روزی کامل نیست و این روزی از این سبب تقوای از این نشده، از طرف دیگه نه تنها خودش در حق خود ظلم کرده، 5-6 نفر دیگه که امرای ازی در داخل موتر هستن اونا هم مجبور هستن که آنچه که چالان کرده اگه چیزی بگوید قال مقال اعصاب خرابی. پس روزی کاملی است که اینی میخوایم که چشم خدا حفظ میکنیم. از چی حفظ میکنیم؟ از دیدن فیلم های مبتذل. بسیاری کسا روزه هستن، شو مصروف دیدن فیلم های هستن که او از دیدگاه اسلامی بر از او اجازه نیست. زنای نامحرم، زنای هندو، زنای کافر، زنای بیدین، رقاصه ها و حتی زنهایی که خدا منسوب به اسلام میکنن، کاسیات، عاریات، مائلات، ممیلات لا يدخلن الجنه. بعضی از خانم هایی که در تلویزیون ها ظاهر میشن کاسیات هستن، پیش خود لباس دارن، بسیار خوب میگه من لباس دارم، لکن پیش الله چی هستن؟ عاریات، برهنه هستن ظاهرا. چرا؟ چی است؟ لباسی که مثلا تنگ است، لباسی که کوتاه است، لباسی که نازک است، این اگر مرد مسلمان میپوشه و یا زن مسلمان میپوشه پیش خودش چی معلوم میشه؟ با لباس معلوم میشه، اما پیش خالق متعال ملائکه او را در لیست چی نوشته میکنه؟ در لیست عاریات، مائلات. اینا چرا این کارا میکنن؟ این کسایی که در تلویزیون ها با لباس با این شکل ظاهر میشن به خاطر از اینکه میل میکنن به طرف دیگه و ممیلاتون و خودشان دیگرها را به طرف خود میل میدن، به طرف خود میکشانن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره از چی میگه؟ لا يدخلن الجنه، این خانم ها داخل جنت نمیشه، ولا یجدن ریحها، حتی بوی جنت هم به مشام اصلا نمیرسه. سبحان الله، چقدر خطرناک است که مثلا یک انسان از جنت محروم شوه و از بوی جنت که از بسیار مسافه دور به مشام انسان میرسه از او هم محروم شوه. به خاطر چی؟ فقط به خاطر پوشیدن لباس. پس وقتی که این کسایی که با این شکل در تلویزیون ها و در سینما ها و در فیلم ها ظاهر میشن خودشان اهل دوزخ هستن و به دوزخ میرن، چرا رسول الله در اول حدیث میگه که صنفان من اهل النار، دو صنف از اهل دوزخ هستن، یک صنفشان اینا را بیان میکنن که بی‌تفاوتی در قسمت لباس خود دارن. حال ما و شما میایم سر ازی که انسانی که روزه‌دار است، چشمش روزه‌دار است، پس آیا او جرأت میکنه که این فیلم ها را و این تصاویر مبتذله ببینه؟ ای از یک طرف. و اگر کس گوشش
روزدار است، میخواد روزه کامل داشته باشه، آیا با گوشهای خود جرأت میکنه که مثلا به عوض از که چی کنه، به عوض از که قرآن از مشانه بشنوه، صدای آذان بشنوه، صدای قرآن بشنوه، خودش قرآن بخونه، کسایی که درس دینی رو بشنوه، درسای عقیده رو گوش بگیره، درسای مثلا اسلامی رو گوش بگیره، تا ای که مثلا اخلاق خدا چه قسم جور بکنه، عقیده خدا چه قسم جور کنه، معاملات اسلامی خدا چه قسم جور بکنه، به عوضی که ایها را بشنوه و یک برنامه را بشنوه که به منفعت از اوست، گوش خدا منفی استعمال میکنه. پس اگر میخوایم که روزی ما روزه کامل باشه، باید ما چی بکنیم؟ باید گوش خدا هم به شکل مثبت استعمال بکنیم. دیگه از علاماتی که روزه ما را روزه کامل میسازه او چی هسته؟ او این است که قلب انسان باید روزه دار باشه. شاید بر بسیاری کسا این سوال پیدا میشه که قلب انسان چطور روزه دار باشه؟ قلب انسان وقت روزه دار می باشه، قلب انسان که انسان در فکر مردم غریب و بیچاره و ناتوان و گرسنه باشه. آیا تصور میکنین روزه کسی قبول شوه؟ روزه کسی قبول شوه که خودش در سر میزش 20 قسم غذا هست و از حال غریب مسکین فقیر خبر نداره. اگر یک مسکین پیشش میه، بر خود میره کارتن ملاحی میخره، بر خود میره کارتن پنیر میخره، بر خود میره کارتن شیر میخره، بر خود میره کارتن خرما میخره. کارتن هاست که صاحب از موترها پایین میشه و در خانه از اینا داخل میشه. اگر یک فقیر و مسکین پیشش استاد میشه، سر از او بخیلی میکنه. پس قلب روزدار او قلبی هست که از ترس الله سبحانه و تعالی در فکر یتیم، فقیر، مسکین، بیوه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. الله میگه که انسان مؤمن واقعی کی هست که در مالش بر مردمای مسکین و فقیر چی باشه؟ حق داده شود. حق للسائل والمحروم. اینالی ای کسی که روزدار است، قلبش روزدار است. اگر قلبتان روزدار است، از خود پرسان کنین، اگر قلبتان روزدار است، آیا برای فقیر و مسکین چیزی از غذایتان دادین؟ آیا برای فقیر و مسکین چیزی از مالتان دادین؟ آیا در ماه مبارک رمضان شما واقعا قلبتان روزدار بوده؟ اکثرا مثلا طفلای یتیم بسیاری کسا، حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه والله لم یؤمن. یک روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ والله لم یؤمن. والله لم یؤمن. قسم میخوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، قسم است به الله سبحانه و تعالی، لم یؤمن که ایمان نآورده. یک مرتبه باز میگه والله لم یؤمن، باز مرتبه سوم باز قسم میخوره میگه والله لم یؤمن. صحابه کرام حیران میشن و پرسان میکنن که من یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم کی ایمان نآورده؟ میگه من بات شبان و جاره جایه. کسی میگه ایمان نآورده که خودش با شکم سیر خواب میکنه، بات شبان، شکمش به اندازه که صبح رمضان میخیزه. بسیاری کسا صبح وقتی که از خواب میخیزه، یکی از علاماتش همی هست که حتی میگه نارقش ترش کرده، حتی به تکلیف از دست میدی خود از دست که شو زیاد خورده. من بات شبانه و جاره جایه. و همسایش چیست؟ گرسنه هست. همسایه 40 خانه مقابلتان است، 40 خانه بر عقب خانه تان است، 40 خانه به دست راست است، 40 خانه به دست چپ است. اگر در یک تعمیر زندگی میکنین که 200 منزل است، 40 منزل بالا و 40 منزل پایین از چی است؟ اینا کلش در جمله همسایه های انسان حساب میشه. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که والله لم یؤمن، ایمان نآورده. کی ایمان نآورده؟ کسی که خودش با شکم سیر زندگی خواب میکنه و همسایش گرسنه هست. چقدر مردمایی هستن که مثلا در اقاربشان بسیار مردم غریب هستن، نه تنها به امرایز کمک نمیکنن، سرش یک 2 تا پرزه و 2 تا مسخره کی ورشخندی هم میکنن. الله فقرا را خلق کرده به خاطر امتحان برای ما و شما. بر از او یک عزت است. اگر امروز او فقیر است و نادار است و ناتوان است و در امتحان الهی او صبر میکنه، الله بر از او اجر میده و عزت میده و در روز قیامت او را سیر میسازه و ما کسایی که در قسمت از او بی‌تفاوت هستیم در روز قیامت تشنه و گرسنه میباشیم. پس بر از او یک نوع عزت است، بر ما امتحان است. طفل یتیم، خانم بیوه، انسان بی سرپرست، انسان معلول و معیوب، انسان بیچاره‌ای که توانایی کار نداره، یا کس از بسیار مریضی سخت داره. آیا ما روزدارا
دکتری که مثلا مریض میبینه که ناتوان است و روزه به دانش است و بر از او فوراً سون جیب از او سیل نمیکنه، میتونه که با 200 روپیه تداوی از رو بکنه، نسخهش 2000 میسازه. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که معامله داره به امرای کی؟ به امرای او صاحب دواخانه. پس 1800 در حق ازی ظلم کرد، به خاطر ازی که باز از او 1800 روپیه 200 روپیه در جیب ازی انسان بفته. ای در روز قیامت ایمان تیر خواد کرد و او بیچاره برش عذر میکنه. ای خب فیس خودم میگیره، فیسش اگر 200 روپیه بگیره 20 نفر معاینه بکنه یا 30 نفر معاینه بکنه برش کفایت میکنه و الله برش برکت هم میپرده. اما چی میکنه؟ فیس از 200 به 500 میکشانه، 300 400 500 هر قدر که واسش برسه، هر قدر که توانش برسه. آیا حلال است؟ برای جایز است؟ به این اندازه که ظلم بکنه و خودش میفهمه که ظلم است در حق دیگران. و او بیچاره که مثلا یا گردی خدا ما کم گرفته، یا قلب خدا ما کم گرفته، یا معده خدا ما کم گرفته، یا چشم درد است، یا دندان درد است و مجبور است اگه بگه خدا بفروش میفروشه و به خاطر ازی که درد است انسان درد تحمل نمیکنه و یا کسی یک عضو خانواده از اون مریض است و او مجبور است که باید هر چی که این فرمایش بده، هر دولی که بزنه او برش برقصه. ولی برای ازی انسانی که میگه من روزه دار هستم به خاطر خالق متعال ما روزه گرفتیم، آیا قلب ازی واقعا روزه دار است؟ قلب سالمه که حق دیگران را میخوره و لغمی را که این میخوره افطار میکنه، آیا این لغمی ازی حلال است؟ ابدا. لغمی از ظلم و ظلمات فی یوم القیامه، ظلم تاریکی هاست در روز قیامت. ای که ظلم به هر طریقی باشه، یک نفر است مثلا کار یک کس پیشش بند است و او را روزه داره، سبحان الله. انسان‌های بیدین به اندازه می باشن. اما انسان‌های کافر الله میگه چی هستن؟ میگه انسان‌های کافر که است اینا لا یشعرون هستن، حتی شعور ندارن. چرا انسان‌های بیدین و بی ایمان شعور ندارن؟ شعور حتی حیوانات داره. میگه به خاطر ازی که اگر یک پشکک باشه و پالوی شما گوشت توته میکنین و یک توته گوشت برش میپرتین، این پشک هم گوشت گرفته دموجه که شیشته این میخوره، اما شعورش برش میگه که تو فعلا مجرم نیستی. اما وقتی که اینمی پشکک یک توته گوشت چور میکنه، دزدی میکنه، میگیره فوراً فرار میکنه. چرا؟ خود او پشک شعورش برش میفهمانه که در اینجا تو جنایت کردی و مستحق عذاب هستی، ترلت میکنن بگریز. اما بسیاری وقتا یک کس رشوت میگیره پیش رویت میگیره، حتی امو شعور حیوان هم نداره که خجالت بکشه سر خود خم بگیره، اما تو با بسیار خنده و خوشحالی مر اقدر پیسه باز او میرسه خرما میخره، گوشت میخره، سودا میخره و با او میره روزی خود افطار بکنه. روزی ازی میشه. سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای من دعا بکو که من مستجاب الدعوه شوم. یعنی برای من تو دعا بکو که اگر من دعا میکنم الله دعای مرا قبول بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش یک فرمول نشان داد، گفت که سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوه. غذایت حلال بساز، مستجاب الدعوه هستی. خوراکت حلال بساز، دعای تو را قبول میکنه. پس کسی که است به ظلم، به خیانت، به جنایت، به کشتن اولادای دیگره از پول مواد مخدر و از پول سیگرت و از پول نسوار و از پول هیروئین و از پول کوکائین و از تجارت و از چیزای ازیا این پیسه پیدا میکنه و باز اینم میخوره. این برای حلال میشه؟ رزق ازی حلال است؟ ابدا. روزی ازی الله قبول نمیکنه، دعایش قبول نمیکنه. پس روزی کاملی است که قلب انسان چی باشه؟ روزدار باشه. فکر انسان روزدار باشه. بعضی کسا شاید برشی کلمه بسیار جدید باشه که والله فکر ما چطور روزدار باشه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، کسانی که یاد میکنن الله را قیاما در حالت استاده و قعودا در حالت نشسته و علی جنوبهم و با پهلویشان خفته و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. تفکر میکنن که پروردگارا ای آسمان بزرگه،
این سیارات، این نظام شمسی را، این کهکشان ها را کی خلق کرده؟ و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. باز بعد از میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگارا اینا را باطل خلق نکردی. نه آفتاب، نه مهتاب، نه نظام شمسی را، نه سیارات، نه کهکشان ها را، نه اناتومی وجود انسانه، نه فیزیولوژی وجود انسانه و نه حیوانات و حتی یک برگ عادی است. چرا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگار اینا را باطل خلق نکردی. سبحانك فقنا عذاب النار. میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. پس ای باطل خلق نشده. چرا؟ سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. چرا وقتی که انسان درباره از اینا فکر میکنه، اگر یک انسان دانشمند متخصص ساینسدان که خب در علوم ساینسی دست بلند داره و به این فضا و کهکشان ها و به این سیارات یارا مطالعه میکنه، الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ سنوریهم آیاتنا فی الآفاق. ما دلایل قدرت خدا در آفاق بر از اینا نشان میدیم. در خلقت کهکشان ها نشان میدیم، برای فضا نوردان نشان میدیم، برای کیهان نوردان نشان میدیم، برای متخصصین زمین شناسی نشان میدیم، برای کسایی که در تلسکوپ تمام از اینا را میبینن نشان میدیم، با دکترای طب و متخصصین علوم طبیعی نشان میدیم که در وجود انسان، در وجود حیوان، در حجرات، در مخلوقات، در حیوانات یک حجروی، در تمام از اینا سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. و در وجود خود از اینا قدرت خدا بر از اینا نشان میدیم حتی یتبین انه الحق، تا که اینا بفهمند که قرآن عظیم الشان حق است. پس انسان روزداری که با فکر خود روزدار است، او کدام انسان است؟ او انسانی هست که چی میکنه؟ فکر خدا به شکل مثبت استعمال میکنه. در وحدانیت الله وقتی که تفکر در مخلوقات الله میشه، در این صورت وحدانیت خالق متعال برازی خب در قلب ازی ایمان قوی پیدا میکنه. خب وقتی که میفهمه، باز میگه که آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ بازی انسانی که وقتی واقعا الله را به شکل عارفانه و با معرفت الله را میشناسه، این انسان عارف بسیار خالق متعال با وحدانیتش عبادت میکنه، با بسیار تواضع و با بسیار خشوع الله را عبادت میکنه. و به این شکل است که خصوصا در ماه مبارک رمضان قلب ازی هم روزدار می باشه، دستش هم روزدار می باشه، چشمش هم روزدار می باشه، زبانش هم روزدار می باشه. بعضی کسا هست متاسفانه که زبان خود از غذای حلال منع کرده، از الفاظ زشت، از غیبت. غیبت چی است؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. الله میگه شما تصور بکنین که اگر بر یک انسان گوشت یک مرده گذاشته شود، که ایره بخور، قاشق هم بتش، پنجر هم برش بده، گوشت هم مانده شد. گوشت چی است؟ گوشت یک انسان است. فکرهتموه. الله میگه که شما از خوردن گوشت یک انسان بسیار احساس چی میکنین؟ کراهیت میکنین. غیبت مثل خوردن گوشت یک انسان است. سبحان الله، چقدر خطرناک است. و باز ای گوشت حلال و پاکی را که الله بر تو حلال کرده، به خاطر اطاعت الله ای گوشت ترک کردی. پس از این گوشت حرامه که گوشت مخلوق است، غیبت است، ای رو چرا میخوری؟ و ای برش بسیار عادی است. متاسفانه فکر نکردن. یکی از دامهای شیطان چی است؟ غفلت است. در غفلت است. روزه داری؟ بله روزه دارم. چی کردی؟ آب نخوردم. چی نکردی؟ ولا آب ننوشیدم، غذا نخوردم. خلاص. فیلم سیل کردی؟ صاحب سیل کردم. موسیقی شنیدی؟ صاحب شنیدم. دروغ و مذاق و فکایی و رشخندی و ای گپا کردی؟ میگه بله کردم. انا لله و انا الیه راجعون. این است خطر انسان های غافلی که از این بیخبر هستند. پس روزه کاملی است که تمام اعضای بدن ما روزه داشته باشه،
با چشم خود روزه‌دار باشیم، با گوش خود روزه‌دار باشیم، با قلب خود روزه‌دار باشیم، با فکر خود روزه‌دار باشیم، با دست و با پای خود روزه‌دار باشیم. الله سبحانه و تعالی بر ما و همه ما و شما توفیق نصیب بکنه که با تمام اعضای بدن خود ذات خالق یکتا را پرستش بکنیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان گرامی قرار میگیریم.